درود. من هرا هستم، همسر زئوس، خدای خدایان. در قلعه حیوانات ناپلئون یا همان خود با پرورش سگ‌های درنده نیروی سرکوبگری رو پدید میاره که هر نافرمانی و اعتراض رو در جا خفه کنه. مثلا تعدادی از حیوانایی که آزاداندیش بودن و سخن از آرمان‌های از دست رفته میگفتن و از گذشته پرشکوه در دادگاه انقلاب به جرم‌های علکی و دولکی و دوزکی و بزکی محکوم و به زور اعتراف ازشون میگرفتن و در آخر در برابر چشمان وحشت‌زده مردم به دست سگ‌های ناپلئون یا همون خوک تکه تکه میشدن. با گذشت زمان خوک‌ها بیش از پیش به انسان‌ها که روزی علیهشون انقلاب کرده بودن شباهت پیدا می‌کردن. اونا تو خونه اطرافی صاحب مزرعه زندگی می‌کردن، رو تخت می‌خوابیدن، لباس می‌پوشیدن، مشروب می‌نوشیدن، پارتی می‌گرفتن، عروسی اونچنانی در هتل اسپیناس پلاس می‌گرفتن بابا. بعد بچه خوک‌ها صاحب کشتی‌های بزرگ حمل تخم مرغ و شیر و اینای دیگه می‌شدن. مرغای جوون رو می‌دزدیدن تا در دبی سنگاپور به مرغداری‌های بدنام بفروشن. هرچند که هنوز شعار همه حیوانات با هم برابر هستن، همچنان بر دیوار به خط زرین خودنمایی میکنه و هرگاه حیوانی دچار تردید بشه خوک پروپاگاندایی با زبان چرب و نرم و فریبشون میده که اگه خوکا نباشن اوضاع خیلی بد میشه، مزرعه تجزیه میشه، تیکه تیکه میشه، همسایه ها میان مزرعه رو هم دارن میبرن، شما رو هم میکشن. کم کم خوک ها سهمیه های ویژه‌ای برای خود برمی‌دارن. مثلا سهمیه ویژه شیر آشامیدنی که همه حیوانات براش زحمت کشیدن. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. کم کم اینجوری اصل برابری به آهستگی از بین میره. خوک‌ها شعار همه با هم برابرند و عوضش میکنن و میگن